ولی مطمئنم که تمام مدت یک جایی همین گوشه کنارا می‌گیرد. نمیخوام ناراحتتون کنم، امیدوارم که بتونم خودم کنترل کنم. و سومی که میخوام از عزیزترین، مهمترین همه کسم، تمام وجودم، کسی که نفسهاش دلیل تک تک گذر ثانیه های عمر منه تشکر کنم. کسی که همیشه وقتی زمین خوردم اولین نفری بوده که دستش به سمتم دراز شده، با ناراحتیام بیشتر از من گریه کرده و با خوشحالیام بیشتر از من خندیده. کسی که اون جوونیشو به پای من ریخته. میدونم که دلیل یه حجم زیادی از مقایسه بودش شخص خودم هستم و کمترین کاری که میتونم بکنم اینه که تو به مهمترین شب زندگیم ازش قدردانی کنم. از مامان عزیزم میخوام بیاد کنارم. تا حالا تو زندگی مردتر از مامانم ندیدم، واقعا ندیدم. خیلی مردم مامان مردمه دوست دارم، همون جوری که یه عمر واسه همون گذری کرد.